سوم آبان سال 96 رهاسازی یک عدد پلیکان سفید نابالغ. این پلیکان از طرف سازمان محیط زیست بابل تحویل تیم نجات حیات وحش شده بود و بعد از یک هفته تیمار و احیا قابلیت رهاسازی و بازگشت به زیستگاه طبیعی خودش رو به دست آورده. با تشکر از اداره محیط زیست بابل. خیلی عالی پرواز کرد و درست رفت به سمت دسته های پرنده ها، دسته های فلامینگو و پلیکان.